این کیک یلدایی دردسرای خامه کشی رو نداره و همین قدرم جذاب میشه که دیگه برای یلدا از کیکای ویترینی قنادی نگیرید و خودتون به این زیبایی کیک یلداییتون رو درست کنید. اول مواد کیک رو آماده کنید، تخم مرغ و وانیل و شکر رو حسابی هم بزنید تا موادتون غلیظ و روشن بشه. بعد روغن و شیر رو اضافه کنید و در آخرم آرد و بیکینگ پودر رو کم کم اضافه کنید که یک دست بشه. حالا نصف کمتر مواد رو توی ظرف دیگه بریزید، رنگ خوراکی سبز رو بهش اضافه کنید، یه قاشق ازش بردارید و رنگ سبزش رو پررنگ‌تر کنید. به بقیه مواد رنگ قرمز اضافه کنید و تو قالب گردتون بریزید. یه سیخ چوبی داخلش بچرخونید، چند تا ضربه بزنید و داخل فر قرار بدید. کف سینی رولت که کاغذ روغنی انداختید، اون یه قاشق مواد کیک سبز پررنگ‌تر بود، به کمک قیف باهاش طرح خطای هندونه رو بندازید، 2-3 دقیقه بذارید داخل فر، بعد در بیارید و رنگ سبز روشن رو روش بریزید. دوباره داخل فر قرار بدید و بعد از پخت هر دو کیک از قالب جدا کنید، کاغذ روغنی ازشون بردارید و کیک قرمز رو به هر تعداد لایه‌ای که خواستید برش بزنید. حالا لایه اول کیک رو بذارید روش با کمی شیر مرطوب کنید، یه لایه خامه بزنید و دوباره کیک رو روش قرار بدید. دیواره کیک رو خامه بزنید و کیک سبز رنگ رو به اندازه دیواره کیک برش بزنید و با آرومی به کیک بچسبونید. چون دیواره کیک خامه داره به راحتی میچسبه. در آخر مرز بین کیک قرمز و سبز رو به کمک قیف خامه بزنید و با شکلات ذوب شده هسته‌های هندونه رو روش بذارید.